سلام، وقت همگی بخیر. امروز میخوام یه آموزشی رو از 0 تا 100، یعنی دیگه اصلا رو دست این ندارم. یه 8 میل 30%، این ضخامتش 8 میل 30%. این قسمتش رو یه ردیف 4 لنگه کار میکنیم. وسطش رو یه آینه ساده، آینه هایی که روی MDF نصب میشه. شما هم میتونید روی MDF خام نصب کنید، هم روی MDF روکشتار. MDF خام فقط باید دقت کنید که ملات درست حسابی بزنید، زیاد بزنید. ملات کم بزنید ممکنه بعد یه مدتی، البته یکی از دلایلش اینه که بعد یه مدتی ترک برمی‌داره. و اینکه برای ابعاد آینه‌تون باید تصمیم بگیرید چه ضخامتی از MDF می‌خواید استفاده کنید. اگر ابعادتون کوچیکه میتونید از 6 میل هم استفاده کنید، ولی اگر ابعادتون مثلا 30 در 30، تو این ابعاد یا تا 40 در 60، 45 در 60، 50 در 70، اینا رو میتونید از 8 میل استفاده کنید. دیگه بزرگتر رو باید از 16 میل استفاده کنید که MDFتون تاپ بر نداره. این قاب ها هم میتونه به صورت رومیزی باشه، یعنی تکیه بدن به دیوار، هم میتونن آویزش کنن یا به صورت مربع آویزش میکنن یا به صورت لوزی آویزش میکنن. 2 تا خط میندازید. خب حالا این قسمت رو مثلا 2.5 در نظر میگیرید، علامتشو میزنید. اینجا هم 2.5، اینجا 2.5 که اگر خواست مربع نصبش کنه. و اینکه اینجوری هم دقیقاً روی قطر اگر تک پیچ بخواد نصب کنه روی قطر این کار انجام بدید، هم میتونه به صورت لوزی نصبش کنه هم به صورت مربع. ببین اگه 16 میل بود از این آویزا استفاده کن، با مته مخصوصش میره توی کار و هم سطح MDF میشه و نشون نمیده. و 8 میل بود اینا چیکار میکنی؟ یه سوراخ میزنی با مته کوچیکتر رو همون قسمتی که علامت زده بودن با مداد. بعد با یه مته بزرگتر ببین این الان آماده است، سوراخ شده. اگرم کامل سوراخ شده اصلا مهم نیست، به خاطر اینکه اون ورش قرار آینه کاری بشه. نکته بعدی که خیلی خیلی مهمه اینه که موقعی که شما میخواید یک کاری رو آینه کاری کنید و تسمه کشی کنید، این قسمت ضخامت MDF مشخصه، یا باید رنگش کنید یا باید نواری چیزی بزنید یا آینه بزنید. اگر میخواید آینه بزنید حتما اول باید این قسمت رو آینه بزنید، بعد بیاید تسمه روشو، چون ضخامت خود آینه از روبرو مشخصه اگر اینو اول نزنید. تسمه های کنار رو اول میام این ورشو با دست میزان میکنم، دقیقا روی خود تخت برش رو میزنم، اندازش دقیقا به اندازه خود اون شاسی باشه. ببین من اول اومدم 2 سمت شاسی رو تسمه ها رو بریدم. خب چرا این کار رو کردم؟ به خاطر اینکه وقتی این دوتا رو نصب میکنی این اندازه خود شاسیه، خب این اندازه خود شاسیه، این دوتا نباید اندازه شاسی برش بشه، باید 1.2 به این ور اضافه بشه، 1.2 به اون ور، که دقیقاً روی ضخامت اینو هم بپوشونه. به خاطر همین دوتا رو نبریدم. این دوتا رو که نصب کردم بعد میام اندازه‌شو میزنم و برش نهایی رو میزنم. سمت کار تسمه رو بچسبونید به میزتون و بذارید خشک و تسمه رو هل بدید به سمت میز، هر 4 طرف و همین کار رو کنید. بعد نیم ساعت اینو برش دارید، این میشه پشت کارتون. اون 0.5 میلی که گفتم کوتاه‌تر بود بیفته پشت کارتون. خب ببینو چون تسمه زدم دور کار، خب دور کار 1.2 از هر طرف اومده بیرون، پس من میام به جای تسمه 1 سانتی 1.1 میبرم. خب بعد میام 2 تیکش میکنم، فارسی برش میکنم، 45 درجه میکنم، بعد میام نصبش میکنم روی کار. یکی از قسمت هایی که خیلی خیلی مهمه برش تسمه است، برش 45 درجه. و
درست برش بزنید به این صورت. ببین حتما هم گونیا هم آینه رو بچسبونید به خطکش. با راپید که خط کشیدید حتما خط راپید رو به اندازه این فاصله سهم الماس کم کنید و خطکش رو موازی با خط راپید قرار بدید. خیلی خیلی مهمه. برشتون هم حتما از لبه آینه انجام بشه. از لبه اگه شروع نشه 1 میل بیاد از پایین تر، ممکنه موقع شکوندن لبه آینه اینجوری حالت کج باشه، اینجوری کج پیدا کنه. خب گذاشتیم یه ساعت اینا خوشه، هم تسمه کناری هم تسمه روبرو. اینجا اندازش هم 28x28. ما میخوایم 2 ردیف 4 لنگه کار کنیم، وسطش هم آینه بزنیم. 28 سانتو من تقسیم بر 4 کردم، شد 7 سانتی. 4 تا گل 4 لنگه 7x7 میخوره دور تا دورش. هر 4 لنگه هم به 4 قسمت تقسیم میشه دیگه، میشه 4 تا 3.5x3.5 که یه گل کامل 4 لنگه رو اینجا درست میکنه. حالا برای اینکه این 28 سانت یه خلاصی بهش بدیم، ما نمیایم دقیقاً 3.5 سانتی بزنیم. یه مثلا 2 دهم میل از 3.5 کمتر میگیرم کشومو که یه خلاصی 2 میلی اینجا داشته باشم. خب این قسمت که خیلی مهمه، حتما باید شما یه 3 میل خلاصی داشته باشی. 8 تا 3.5 سانتی میشه 28 سانت، ولی خب اون اگر 3.5 بگیرم اون خلاصیه رو دیگه ندارم. پس من چیکار میکنم؟ گونیامو میذارم رو آینه و یه بار قشنگ گونیاش میکنم از لبه که میخوام شروع کنم. الگومو میذارم روی 3.7. اگر رو 3.7 بذاریم چه اتفاق میفته؟ فاصله بین بدنت و نیش الماس 2.2. خب 3.7 اگر 2.2 کم کنی از 3.5 یه پرده کمتر میشه. یعنی اگر از 3.5 یه کوچولو، یعنی به اندازه 2/3 میل ما کمتر ببریم، 8 تا 2/3 میل اون خلاصی مورد نیاز رو بهمون میده. این قسمت دیگه نیاز نداشتم و دیگه جدا کردم. گونیا کوچیکم رو برمیدارم و شروع میکنم به برش‌های روبروش. ببین اگه دقت کنید همه رو میذارم روی 3.7. ببین میکشم رو میز، اصلا هیچ آسیبی به آینه نمیخوره. چرا؟ اون قسمتی که 8 میل بود اومدم 5 دهم میل کمتر گرفتم و اصلا آینه با میز برخورد نمیکنه. خب این فاصله رو ببینید، این فاصله باید باشه یا همینطور. این یکم بیشتر شد. چرا؟ شاید ممکنه مثلا این تسمه ها رو، این وریا رو یه ذره جمع‌تر نصب کردم نسبت به این ور. خیلی مهم نیست. ما این خلاصی که باید داشته باشیم و اینجا داریم.
اینا همه رو برای استدم. میخوایم شروع کنیم به نصب. اول اینکه دقت کنین گوشه ها همش تمیز شده باشه و بعد اینکه از کنج کار شروع کنید. خب از کنج کار شروع کنید به نصب، دوتا کنج رو نصب کنید، بعد بیایید دوتای وسط رو بزنید. ببین چارلنگا رو میتونید از وسط نصفش کنیم، تو دستمون نگه داریم، ملاتش رو بزنیم، بعد بریم اینجا بذاریم کنج کار. خب همزمان 4 تا کنجش رو فشار بدیم. هم میتونیم که جدا جدا نصبش کنیم اینجوری. ببین یه شکستن جزئی هم شده انجام میدم به خاطر اینکه جیوهشون یه ذره از هم جدا شه که موقع شکستن دیگه اذیت نکنه. این خورده آینا رو میبینید، این اگه زیر این موقع نصب زیرش باشه خیلی اذیت میکنه، حتما حواست به اینا باشه. بعدی که برشا عمیق باشه، ببین برشا وقتی عمیق باشه دیگه ملات هم بیرون نمیزنه. توجه کردی؟ برشا باید عمیق باشه. موقع نصب ببین یه گوشه فقط ملات بیرون زد، اونم که میره توی کار. خب ببین این قشنگ اینجا اون خلاصی که دادیم 3 میل و 2 میل دقیقا تو همه زلها اون خلاصیه تبدیل شد نیم میل، تبدیل شد به نیم میل. یعنی اون خلاصیه اگر نبود الان ما باید چیکار میکردیم؟ الان ما باید اینجا میومدیم تمام این قطعات آخری رو تمام اینا رو دوباره باید میبریدیم. یعنی هر کدوم رو باید 1 میل کم میکردیم. پس اگر همچین اتفاقی افتاد تو کارتون آخری جا نمیره، اولا که خلاصی بذارید واسه کارتون. اگر هم جا نمیره نذارید از گوشه کار، از گوشه خطای کارتون کم شه. حتما از وسط کار برش بزنید، چون اگر از گوشه کار خطای کارتون رو بردارید یعنی کوچیکش کنید، مجبورید کل ستون رو خرابش کنید به خاطر همون یه دونه. پس از وسط این کار کنید. اینجا که اتفاق نیفتاد به خاطر اون 2-3 میل خلاصی رو گذاشتیم. خب اینم الان میاد آماده شد، بعد میاد برای چی؟ نصب آینه وسط. خب میرسیم به مرحله آخر. خب ببین حتما آینه‌تون رو علامت بزنید، فلش بزنید که حتی یه ذره جابجا نشه. 1.3 علامت میزنیم و حتما از توی آینه هاتون تو همون آینه های 1.2 اون قسمتی که ضخیم تره واسه آینه وسط استفاده کنیم که مقاومتش بیشتر باشه. از گوشه کار خب قسمت راپید زدش هم پاک میکنم. حالا میریم برای نصب. همین قسمتی که خط انداختیم همینو میایم ملات میزنیم. واسه همیلدار ملات زیاد بزنید که بعد نصب آینه زیرش خالی نمونه. فلش هم به این سمت میزنیم روی کار، قشنگ جابجاش میکنیم تا ملات کامل پخش زیر آینه. قراره یه ذره برجسته شه دیگه، شکست و میدیم بهشو و تمام. ببین چقدر از آینه ساده خوشگل‌تر شد. اگه آینه ساده میخواستم بذارم ببین چقدر خوشگل‌تر شد. حالا اینو تمیزش میکنم، برای فردا عکسشو میذارم با تمام مراحلی که استوری کردم رو پست میکنم براتون.